سلام و درود به شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی پیک شادی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. خب آقا بالاخره این مکانیزم ماشه فعال شد و همه تحریم های سازمان ملل هم برگشت و نظام ولایت با یک چالش جدید مواجه شد. تمام الان تمام شد. بله. اولا که خیلی تند داره میری. چرا؟ به خاطر اینکه اسمشو گذاشتی چالش، نباید سیاه نمایی کرد. اسمش چالش نیست، دستاورد و فرصت برای نظام. دستاورد. دقیقاً دستاورد. بعد کی گفته اینو؟ کی گفته؟ ببین تو هم مثل این که مثل مردم ایران، مثل 99% مردم ایران، 99.9% مردم ایران اصلا تلویزیون حکومتی نگاه نمی‌کنه. صبح تا شب تو سر سگ بزنی اینا کارشناس میارن اونجا، همه مدل میگن آقا این دستاورد بوده، اصلا خبری نیست، تمامش برای ما خیره. بیا یکیشون. اتفاقا بنده خیلی خوشحالم که اگر این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه آقای خسروی ما در یک بزنگاهی هستیم که سیاست خارجی ما باید تغییر ریل بدهد. خیلی خوب شد که این 6 ماه تعلیق اگر رأی نیاره، چون دوباره ما در یک فضای تعلیق و معطلی، حالا ببینیم 6 ماه دیگه چی میشه. کجدار و مریض، جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ 12 روزه نمیتونه در وضعیت کجدار و مریض باقی بمانه. باید تغییر ریل سیاست خارجی بده. به قول رهبر انقلاب ما باید قوی بشویم. با این وضعیت مذاکره کردن که 10 سال بگذره دوباره برگردیم به نقطه اول، یعنی یه جای کار میلنگه. دیدی؟ خیلی هم خوشحالم. تازه میخوان تغییر ریل بدن. این اون ریل اشتباه بوده، میخوان بیان ریل جدید. میخوان تغییر ریل بدن؟ بله. خب اگه میخوان تغییر ریل بدن، پس چرا تا اون لحظه آخر برای مذاکره خودشون رو به در و دیوار میزدن؟ اینم سندش. در این حال گفته اگر یک مذاکراتی باشه با جمع 5+1 بازم مانعی نداره. اینم قبول شد. میخوام بگم باز یه چیز دیگه هم داشتن که مثلا در مسائل مختلف بحثش رو گفتم، یکی از نکاتش هم رو عرض میکنم. یعنی مذاکره‌ای که آمریکایی ها باشن هم پذیرفتیم در جمع بقیه اشکال نداره، چون قبلا هم بود. بله، میگه قبلا هم بود. نه تنها قبلا هم بود، بلکه زمانی که پزشکیان تو نیویورک بوده هم مدام در حال تلفن کاری بودن با واسطه. اونم با کی؟ با ویتکاف. با واسطه تلفن یعنی چجوری؟ اینم مثلا این زنگ میزده، بعد اون گوشی رو میداده به این. ببینیم. Clear. There's been no communication between the two countries during this UN General Assembly. Telephonically, our foreign minister has had certain telephonic contacts with Mr. Witkoff, and via third-party contacts, I had, for example, myself. من کاری به این حرفا ندارم. مطابق اظهارات صریح کارشناسان نظام، این یک دستاورد. کارشناس نظام هم الکی نیست. اینا یه تعداد آدم دارن الاف و بیکار، ولی اینا بدون اینکه به دنیا اومدن به جای جیغ و ونگ گفتن ما کارشناسیم، شما کاری ندارید براتون شناسایی کنیم. خود پزشکیان هم گفته آسمون که به زمین نیومده. نگاه کن. و نهایتا این گونه نیست که آسمون زمین خواهد اومد اینا مثلا این کارو بکنن ما بالاخره باید تسلیم بشیم. بله، آسمون به زمین نخواهد آمد. فقط اتحادیه اروپا واردات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی ایران رو ممنوع میکنه. صادرات سلاح و مواد مرتبط با غنیسازی اورانیوم و موشک‌های بالستیک همه ممنوع. دارایی‌های بانک مرکزی و بانک‌های بزرگ تجاری همه مسدود. با من فقط یک جمله از یک پاراگراف ما رو خوندم. فقط یه جمله خط اول از یه پاراگرافشو. اینا تازه ببینید چقدر دستاورد زیاده، چون همه دستاورد دیگه. این چه دستاوردهای نظام داشته. اینایی که گفتی، اونایی هم که نگفتی، تازه میگفتی خط اولشه، اصلا مشکلی نیست، اصلا چیز جدیدی نیست، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. اینا رو من از خودم هم نمیگم، از وزیر راه و ترابری پزشکیان که منسوب خود عظماست میگم. نگاه کن، میگه چیز اتفاقی نیفتاده، چیز جدیدی نیست. نگاه کن. هیچ چیز جدیدی اتفاق نیفتاد دیشب. هیچ بند و تبصره جدیدی اضافه نشد و تمام اون تحریم هایی که سالهاست مردم کشور ایران در کمال مظلومیت به سختی دارن باهاش زندگی میکنن همچنان تکرار شد. این رو از این نظر دارم هی روش تاکید میکنم که اتفاق خاصی رقم زده نشده.
این موجودی که اینجا داره از مردم مظلوم ایران و زندگی سختشون میگه، جانوری است که فقط برای یک سفر تفریحی که رفته به کیش و خودش و خانوادهش 1 میلیارد تومان از جیب همین مردم محروم خرج شده. خب این حق داره بگه هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، چون آخر این که جابجا نمیشه، این که سرش تو اون آخری که هست که همیشه باید باشه. اما اینجا باید بهش گفت چی؟ نگاه خیلی بیشترف دروغ میگه، دروغ خیلی چپون دروغه. خب بابک، شوخی و این حرفا رو بذاریم کنار، این که ایشالله گربس و هیچ اتفاقی نیفتاده و این چیزا هم بگذاریم ازش. الان شما بگو، الان شما بگو آقا اصل حال عظما تو این شرایط چی جوری هست؟ اصل حال عظما رو میخوام با شعر بگم. الان عظما تو این نقطه است، مگه حالی به آدم میمونه؟ نه والله، احوالی به آدم میمونه؟ نه والله. ولی برای اینکه خیلی دیگه اصل حالش رو متوجه بشی، از قول یکی از کارشناسان حکومتی احوالات عظما رو خوبه بشنویم. اما در این شرایط فعلی چه باید کرد؟ خب اون فرایند اسنپ بک ماشه اگر عمل بشه ما رو میبره ذیل بند اصل 7 شورای امنیت که به عنوان فصل 7 که به عنوان تهدید بین المللی میشه. اون بسیار شرایط نامساعدی برای ما وجود میاره و بعد اگر بخوایم یک زمانی دوباره خارج بشیم از این شرایط، باید تمام 5 عضو دائم شورای امنیت رأی بدن به این، بپذیرن این رو. و با شرایطی که ما با آمریکا داریم، آیا چنین شرایطی پیش بیاد یا نه دیگه قابل تصور نیست. این که ما اگر بریم تبعاتش برامون چه خواهد بود؟ تبعات خیلی دشوار خواهد بود. خب حالا برای جلوگیری از همین تبعات دشواری که این میگه و این ضربه‌ای که نوش جان کردن، اینا چیکار میخوان بکنن؟ بالاخره میخوان کاری بکنن یا نه همینجوری میخوان دست رو دست بذارن هی بگن هیچی نیست، دستاورده؟ بله. نه اینجوری هم نیست دست رو دست بذارن همینجوری از این دستاورد استفاده کنن. همه ظرفیتاشون اتفاقا جمع کردن. 71 رأس از رؤوس استبل ولایت، یعنی همین مجلس، یک جلسه‌ای گذاشت، یک درخواستی کردن که بیایم جلسه بذاریم و از تمام ظرفیت هامون استفاده کنیم و راه کار در بیاریم، ببینیم چه کار باید بکنیم. اخیراً اتفاقاتی افتاده، تعدادی از همکاران ما بالغ بر 71 نفر نامه نوشتند و از شورای عالی امنیت ملی تغییر استراتژیک هسته‌ای را و راهبرد هسته‌ای را خواستند و مجلس هم 2 هفته در حوزه انتخابیه بوده. قطعاً یک شنبه انشالله در مجلس در این مورد به صورت جدی صحبت خواهد شد. و خب بالاخره تو این جلسه شون یا که امضا کردن چی شد؟ چه تصمیمی گرفتن؟ قرار شد از NPT خارج شن؟ قرار شد تنگه هرمز رو ببندن؟ چیکار میخوان بکنن؟ ببین یک سری حرفا پای منقل عظماست، این با حرفای واقعی فرق داره. تو اونایی که گفتیم حرفای پامنقلی بود، NPT خارج شیم، نمیدونم تنگه ببندیم و اینا جلسه گذاشتن که NPT رو بررسی کنن. بعد قالیباف اومده این موضوع رو از جلسه خارج کرد، دستور جلسه، یعنی موضوع جلسه‌ای که برای اون برگزار شده بود موضوع اصلی از جلسه خارج شد توسط قالیباف. اینم که گفته کوچکزاده گفته علیرغم اصرار ما موضوع خروج از NPT توسط قالیباف امکان طرح نیافت. حالا جلسه برای همین بوده. خب چرا این کارو کرد قالیباف؟ مگه قرار نبود جمشن اقدام مقتضی کنن؟ چرا شو باید از خود قالیباف بپرسین. قالیباف الان میگه چرا. اول حل مسائل معیشتی و نیازهای ضروری مردم و دوم رعایت انسجام ملی در برابر دشمن. قبلا از همین سخنگاه گفته شده است که مردم با مشکلات معیشتی مخصوصاً گرانی کالاهای اساسی، اجاره مسکن، قطعی برق و آب دست پنجه نرم می‌کنند. در این زمینه رهبر انقلاب نیز در دیدار با هیئت دولت بر این مسئله تاکید داشتند. بابا این
ترس این نظام از جامعه و وضعیت انفجاری امپیتی کدومه؟ نگاه کن، صاحب اثر سیسمونی گیت، بزرگترین اثر سینمایی رژیم، داره میگه مشکل ما اینه که مردم چالش ایجاد نکنن. چالش یکی انسجام داشته باشه. یکی هم گفت معیشت، یعنی وضعیت انفجاری. معیشت که میگه منظورش که مردم نریزن ریشه عظما رو بگیرن. خب باشه، خب آخه بابا اینم باید در نظر بگیره. اینطوری که بسیجی‌ها به شرشر میافتن، خب بسیجیه نمیگه آقا این همه ضربه خوردیم، اینم که اینجوری شد، تحریمام که برگشتی چی به چی. بله، اتفاقا فکر اینجاشم کردم. برای شیرمالی، یعنی مسئولیت شیرمالی دن سر بسیجی ها و بخوام مقدار تکنیکی و علمی بگم، فرایند تبدیل بسیجی به دانکی که خیلی آدم مشکل نیست چون نزدیک به همن، به این عهده این دوتا کارشناس سپرده شده که بیا این مزخرفات رو بگن. بعد تو نظرسنجی که پس از توقف حملات انجام شد نشون داده شد تعداد مردمی که میگن برو بمب اتم بساز، آقا اینا دوتا رژیم اتمی هم پس برای اومدیم خواستن همین کارو اتمی بکنن، بازدارندگی برای ما ایجاد کن، تعداد اینا بیشتر شده، نزدیک 90%. بله رفته بالا. من معتقد به ضربه 2 ام. چین هم در دکترین هیئت ملیش نوشته ما فقط ضربه 2. خب ولی ما میتونیم از ظرفیت موشک هسته‌ای و ظرفیت هسته‌ای چتر هسته‌ای روسیه و چین استفاده کنیم که این مسئله حل میشه، اما خود ما هم باید این ظرفیت داشته باشیم. دیگه دوران قدیم نیست که بخوایم بریم در اقیانوس آرام مثلا جزیره نمیدونم وانواتو مثلا انفجار انجام بدیم. همه ایناش هست، ما باید داشته باشیم، حتی سلاح کشتار جمعی رو هر مدلشو. خیلی سریع. خب بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای. بله، و این عکس عجیب از شرایط عجیب استخدام در نیروی پدافند هوایی ارتش رژیم. ببین اولیش هست ایمان راسخ به اسلام خامنه‌ای و ولی فقیه و انقلاب اسلامی، التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بعد هم سلامت جسمی و روانی. شروطش خیلی عجیبه. چرا؟ بابا آخه کسی اون دوتای اول داشته باشه، به اسلام خامنه‌ای معتقد باشه، بعد قبول کنی که خامنه‌ای هم ولی فقیه، معلومه از عقل درست حسابی نداره که، یعنی اصلا این از دایره آدم‌های عاقل خارجه. یعنی اولی و دومی با سومی در تناقضه. یعنی آدم عاقل اون دوتای اول ببینه اصلا به سومی نمیرسه. کلا این منتفیه. پس منتفیه. همون پدافند برن با حاجی زاده ماجی زاده حل کنن.